سلام به همگی، خوش اومدید به یه ویدیوی فوق‌العاده دیگه. تو این ویدیو میخوایم در مورد یه موضوع خیلی مهم صحبت کنیم، ثروت و فراوانی مالی. همه ما دوست داریم از نظر مالی در وضعیت خوبی باشیم، اما چطور میتونیم به این هدف برسیم؟ خیلی از ما فکر میکنیم که رسیدن به ثروت یه مسیر سخت و پر از مانعه، اما رابرت زینگ، مربی معجزات و موفقیت، یه نظر دیگه داره. اون معتقده که ذهنیت و ارتعاشاتی که به دنیا میفرستیم نقش خیلی مهمی تو جذب ثروت دارن. تو این ویدیو با هم یاد میگیریم چطور انرژیمون رو با جریان ثروت هماهنگ کنیم. پس تا آخر ویدیو با من همراه باشید. تو این دور و زمونه که اقتصاد خیلی وقتا غیر قابل پیش بینیه، خیلی راحت ممکنه دچار استرس و نگرانی بشیم. اما رابرت زینگ میگه نیازی به وحشت نیست، ثروت عظیمی در راهه تا وارد زندگیتون بشه. تنها کاری که باید بکنید اینه که با یه ذهن باز به راهنمایی‌هاش گوش بدید و باور کنید که ثروتی که منتظرش هستید از قبل برای شما مقدر شده. شاید اولش یکم شک داشته باشید، اما به این فرایند اعتماد کنید تا خیلی زود الگوی مالی زندگیتون تغییر کنه. قبل از اینکه بریم سراغ قدم‌های اصلی، رابرت از همه میخواد که روی کلمه افزایش تمرکز کنن. وقتی به افزایش فکر میکنید، در واقع دارید زمینه رو برای فراوانی تو جنبه‌های مختلف زندگیتون آماده میکنید. افزایش در فراوانی، افزایش در رفاه، افزایش در ثروت، افزایش جریان نقدینگی به زندگیتون، افزایش رفاه در همه جنبه‌های زندگی. این تمرکز و مراقبه یه جورایی ضمیر ناخودآگاه و میدان انرژی شما رو آماده میکنه تا راحت‌تر با انرژی ثروت هماهنگ بشید. یکی از مهمترین بخش‌های آموزش‌های رابرت فرمان جادویی هست. این فرمان مثل یک رابط با جهان عمل میکنه و باعث میشه چرخ‌های ثروت به حرکت در بیان. نکته مهم اینه که این فرمان رو باید با باور و اطمینان کامل بیان کنید. این باور شماست که باعث میشه کائنات به حرفاتون گوش بده و ثروت رو به سمت شما برگردونه. پول در واقع یه نوع انرژی و ارتعاشه. خیلی ها فکر میکنن پول فقط یه عدد تو حساب بانکیه، اما این یه دیدگاه خیلی سطحی نگران است. یه جریان بیپایان از ثروت همیشه در دسترس هست و ما باید انرژیمون رو با این جریان هماهنگ کنیم. حالا بیایید برای دادن فرمان جادویی به کائنات آماده بشیم. یه نفس عمیق بکشید و سعی کنید ذهنتون رو آروم کنید. چه چشمهاتون باز باشه چه بسته، فقط روی لحظه حال تمرکز کنید. به کلماتی که میگید فکر کنید و اجازه بدید وارد اعماق وجودتون بشن. فرمان جادویی: من منبع بی‌نهایت همه ثروت و فراوانی را فرا می‌خوانم. امروز من یک روز جدید، یک زندگی جدید از ثروت، فراوانی و رفاه را آغاز می‌کنم. من درخواست ثروت نمی‌کنم، زیرا می‌دانم که برای ثروتمند بودن به دنیا آمده‌ام. پول روزانه در زندگی من چند برابر می‌شود. من بدین وسیله به جهان هستی فرمان می دهم که پول به راحتی و بدون مقاومت به سوی من جاری می شود. من ثروتمند هستم. من فراوان هستم. من متمول هستم. امروز من از هر باور محدود کننده‌ای که زمانی باعث می شد باور کنم به دست آوردن پول سخت است، یا اینکه من فقیر یا ورشکسته یا تهیدست هستم، رها هستم. من از این لحظه به بعد فرمان می دهم که زندگی من مملو از ثروت در همه اشکال است. من احساس می کنم انرژی پول من را احاطه کرده است و من با افزایش ثروت و فراوانی کیهان همسو هستم. من فرمان می دهم که ثروتمند هستم. من فرمان می دهم که متمول هستم. من فراوان هستم و پول به راحتی و به مقادیر روزافزون روزانه به آسانی
و بدون زحمت به سوی من جاری می شود. این نیت من است و چنین است. این واقعیت من است و چنین است. این زندگی من است و چنین است. اکنون یک کلمه زندگی کیف پول و حساب بانکی من را پر می کند و آن کلمه افزایش است. این فرمان فقط یه سری کلمه نیست، بلکه یه ابزار قدرتمنده که میتونه زندگیتون رو تغییر بده. وقتی این کلمات رو با باور قلبی و به طور مداوم تکرار میکنید، ذهنیتتون دوباره برنامه ریزی میشه و انرژیتون با جریان فراوانی مالی هماهنگ میشه. البته فقط به انرژی و ارتعاشات تکیه نکنید. برای اینکه مطمئن بشید هیچ فرصتی رو از دست نمیدید، باید اقدامات عملی هم انجام بدید. مثلا وضعیت مالیتون رو ارزیابی کنید. یه برنامه مالی درست کنید. همیشه در حال یادگیری باشید. برنامه‌تون رو اجرا کنید و پیگیری کنید. یادتون باشه کلید اصلی اینه که ذهنیت و ارتعاشاتتون رو با جریان کائنات هماهنگ کنید. با باور و اطمینان کامل به این مسیر قدم بذارید و ببینید چطور دنیای مالیتون پر از فراوانی و ثروت میشه. کلمه افزایش رو همیشه تو ذهنتون داشته باشید و اجازه بدید شما رو به سمت یه آینده پر از موفقیت و آزادی مالی هدایت کنه. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید. اگه سوالی داشتید تو قسمت کامنت ها بپرسید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.